من از عزیزانی که در ایران و افغانستان و تاجیکستان، خاصتا این مناطقی که زمستان‌های شدید داره، درخواست میکنم که هر چه زودتر کسانی که میخوان ازدواج بکنن در همین فصل سرما در زمستان ازدواج بکنن، چون به مجرد اینکه هوا گرم بشه اشکال شرعی پیش میاد و نمیتونید ازدواج بکنید. حالا دلیلش از آج آقا میپرسیم که ایشون چرا ما میگیم که باید در فصل زمستان باید ازدواج بکنیم. احمد جان اگر این صدا و تصویر کلیپ رو داشته باشید. دین ما فرمودند اگر چنانچه اجراء صیغه عقد، همینی که میگیم ما برای اینکه رابطه سببی بین یک دختر خانم و آقا پسر محرمیت ایجاد بشه عقد رو اجرا میکنیم. ببینید این از نظر آثار نجومی و آفاقی چه تأثیری داره. عقل من میکشه، قدر میده. حضرت صادق علیه السلام فرمودن اگر همین اجراء صیغه عقد را وقتی بکنن که هوا داره گرم میشه، ساعت 10 از میشه قبل از ظهر، بعد از ظهر ساعت 4، خانواده دختر و پسر همه جمع شدن، رفتن آقایم گفتن دفتردار آمده، حالا عقد را اجرا بکنید. فرمود حضرت صادق اگر در آینده این زندگی به طلاق کشیده شد، این ازدواج، ملامت نکنید مگر خودتون را. گرمی هوا اثر داره؟ بله. چه اثری داره؟ من چه میدونم. ما بر اثر عدم آگاهی به معارف دین ضربه هاش میخوریم، نکبتاش میبینیم، بعد فردا میبینیم وصلت سر گرفت، تحقیق کرده، محاسبه شده، ولی خدای نکرده یه گوشش مشکل پیدا کرد، مشکل داره توسعه پیدا میکنه. میگن آقا شما مگه تحقیق نمیکنید؟ چرا آقا تحقیقات هم کردیم. خانواده این دختر مگه شما تحقیق نکردید؟ چرا؟ از هر کس پرسید مثبت، نمیدونه از کجا داره چوب میخوره. اجراء صیغه عقد را زمانی بکنید که هوا گرم نشده باشه، خنک باشه، طرف صبح باشه طرف شب باشه. چه آثاری داره؟ زمان تأثیر داره. توجه به زمان خیلی میتونه نقش داشته باشه. احمد جان عزیز میگه، چون که خودشون هم در شرف ازدواج هستن، همین کارگردان عزیز برنامه‌مون، میگه که میریم داخل یخچال، داخل سردخانه میریم عقد میبندیم. خب اینم یک روشیه در مقابل این آخوندها.